سلام بچه، خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو من اومدم بهتون چند تا اتچمنت بدم و برم. چند تا که کلا 3 تاست. یه دونه اتچمنت اسنایپر مولتی، یه دونه اتچمنت HS بتل و یه دونه 117 بتل. بچه من یکم گیج میزنم، منو ببخشید، نمیدونم خودم چرا اینطوری شدم. اول از همه ببینید من 2 تا اتچمنت، ببین چطوری بهتون بگم، HS 2 تا اتچمنت، ولی من چون یه دونه مثلا ببین این اتچمنت متوسط است، اون یکی که اونجا میذارم که متاسفانه اینجا نیست. حالا میپرسید وایسید الان میخوام بدونم. نه بچه زیاد شد. اول از همه یه HS به درد نخور که به نظرم ببینید اینو بچینید، ولی اون یکی که نشون میدم قیافش ساده است، اونو بچینید بهتره. و یه دونه کریمی که اتچمنتش واقعا خیلی خوبه. حالا وایسید بهتون بگم، وایسید اول چه سر رو بهتون نشون میدم. وایسید اصلا چه سر اونقدر جالب نیست. وایسید گیم پلی من خودم مثلا برای اونها 2 شات میزنم. حالا مثلا من آخر ویدیو یه اتچمنت دیگه HS بهتون نشون میدم، اون وان شات میکنم قشنگ. من مثلا شورت ویدیویی که میذارم با اون HS میگیرم دیگه. اینم یه نوع کریمه که واقعا وان شات میکنم، خوراکش وان شات میکنم. ببین وان شات ببخشید دیگه از اون فاصله. بله بچه از اون فاصله آخه چه انتظار داره؟ نگاه وان شات، انگار اونجا رو حالا فکر نکنم وان شات کنه چون واقعا دوره. چرا نزد؟ نه ولی جدی خوراک وان شاته. این تو الان هر فاصله بزنی وان شات میکنه غیر از دیگه اینقدر فاصله، ولی با 2 تا میزنه باز. حالا عزیزان گرامی، عزیزان، آره بچه بهتون بگم که حالا دارم میزنم نوش. من چرا دارم برای خودم بازی میکنم؟ میخواستم اتچمنت رو بهتون نشون بدم. اول از همه اینکه این بود، یکی هم حالا این بود که زیاد پیشنهادش خودم هم نمی کنم، فقط بخاطر اینکه اسکلتیه چیدمش. حالا بعدا انشالله درست حسابیش میکنم. به هر حال چون میدونم دارید اتچمنت رو میبینید، ولی حالا باز چیز میکنم. یه دونم 117. خب این بهترین اتچمنتی که من برای 117 چیدم و واقعا هم ازش راضیم. این رو هوا میزنه، انگار آبه، انگار انمی الان مثل آب خوردن، انگار انمی جلو. میبینی یه دونه انمی مثلا خیلی خفن اومده جلو، شلاخ خیلی تر و تمیز کارو جمع میکنم. آره میفرست لابی. آره 117 واقعا پیشنهادش میکنم. واقعا ببینید اینطوری بهتون بگم که واقعا خوبه. چرا از کلمه واقعا استفاده کردم؟ باشه ببینم معلوم میشه اینجا دمیجش. ببین به سر 32، به بدن 25، 27، 30 توی مایاست. حالا زوم نمیکنم. 130. اوکی انقدر دمیج این انقدر هدشو بزنیم انقدر اینم نزیم، ولی اینطوری بزنیم بیشتر دمیج وارد میکنه. حالا دیگه خودتون میدونید، هر جایی که شما سلام میدونید. خب اونم که واقعا اتچمنت زیاد جالبه نظر من نیست. نه جالبه بچه، یادم رفت این اتچمنت مو یکیه. بله بچه فقط یه چی اونجا فرق داره بچه. حالا اینم پیشنهاد میکنم، حواسن نبود که همون یکیه. اینم پیشنهاد میکنم، این یکی از اون بهتره. خودم اینو نمیدونستم. بچه اول اینو بشینید، بعدش
واسه من تست بگیرم. تست وقتی مطمئن نیستی کدوم بهتره. واسه این تو سر 32 تا دمیج کنم. این تو سر 32 تو بدن 22 چه یه اندازه دمیج کنم. نمیدونم چه تغییر احساس میکنم توشون. شما دوتا یه جا وایسید ببینم. بچه هر دوتاشونو بشین. مغز من خودم بهش فشار وارد شد. حالا دیگه خلاصش اینم که فکر نکنم بخواید. واقعا فکر نکنم اتچمنت خود گانه است. تو زیاد جالب نیست. شما باز نشون میدم. ولی بهترین اتچمنت برای آخر ویدیو. میتونم بگم بهترین اتچمنت HS. یعنی ببین ناب جیگر بهترینش آخر ویدیو گذاشتم. بله که اینجاست. این واقعا خیلی ببین اونی که گفتم زیاد چیز نیستم اینه. حالا فکر نکنم زیاد اتچمنتش کار بردی باشه. بنظر من خود گوگل و اینا در بیاره بهترین صدای ویدیو است که من خودم دوستش دارم. واقعا اتچمنتیه که من دوستش دارم. بعد کریمم اینم واقعا پیشنهاد میکنم ولی اونقدر که من چه آخر ویدیو رو میخوام پیشنهاد کنم هیچ کدوم پیشنهاد نمیکنم غیر از گان مثلا اون صدای ویدیو دوتاشون خیلی خوبه. اونم به نظرم نچینید زیاد تو چشم من. میدونید من به خاطر قیافش حالا به نظرم جدی نچینید بهتره. اوکی فقط خودتون زحمت میگیرید. اینم واقعا من اینم خوشم اومد. خودم تا حالا استفاده نکرده بودم ولی الان که نگاه کردم خودم خوشم اومد. بریم اتچمنت اسنایپ. چه گفتم که آخر سر بهتون اون اچ سر نشون میدم. اتچمنت اسنایپ مپ چیز خوبه. تمرینی ببین بهترین اتچمنت بهترین که نمیتونم بگم متاسفانه نمیتونم بگم بهترین. ولی اتچمنت ببین نظر خودم چطور بهتون بگم. آره این از نظر من بهتره. خوبه بهتون بگم دیگه. مثلا ببین قدرت زومش خیلی سریعه از نظر البته من. مثلا بخونید تو دوئل اسنایپید ای با بالا دارم به دیواشی خیلی عالی. مثلا تو دوئل اسنایپ دارید مثلا تک به تک نمیدونم هر مدل که دارید بازی میکنید خیلی راحت پلخ میزنه. حالا شانس ما یه ذره تو. آره بچه داشتم میگفتم طرف ها مثل سیخ جلوتون وایسه که اونطوری بتونید نکنه باید مثل سیخ جلوتون وایسه. نه بعضی وقتا میشه اونقدر هم نمیتونم رو این تاکید کنم ولی زومش خوبه. زومش خدای خوبه دیگه. واقعا قویه زومش. اینم پیشنهاد میکنم. من کلا دوئل اسنایپر رو با این میرم. مثلا هیت 364 بعدا 180 خوبه وانشات میکنه. همه اسنایپر وانشات میکنه. البته زومش سریعه خوبه. بریم اتچمنتشو بهتون بدم. خیلی دارم حرف میزنم. اتچمنت آره میدونم بچه دارید اینو میگید. دانلودش هم ندارم. چه جالب. بعد اتچمنتش اینه و واقعا خیلی خوبه نظر من. از نظر من واقعا مثلا اکانت من بهترین اتچمنتی که من تو اکانتم برای اسنایپ دارم اینه. یه دیگه چی بگم. آها برسیدیم به بهترین اتچمنت HS که من واقعا پیشنهادش میکنم و بهترین چطور بهتون بگم نوم فکر کنم. ببینید
میتونم بگم بهترین اتچمنت HS توی اکانت منه باز. نه ولی جدی واقعا مثلا ناب وان شات جیگر. به هر حال بس تعریف بیت بهتون نشون بدم این شاهکار رو. آره بچه اون HS اسکلتیه رو میگم زیاد پیشنهادش نمیکنم بخاطر این یه دونه به جا همین یه دونه اینو گذاشتم یا اینو نمیدونم، ولی این همون اون یه دونه همین این میتونه وان شات در بیاره. بله متاسفم برای اون پیام کپ کن نفهمیدم چی بود، ولی خب بچه اینم اتچمنت HS که واقعا خوبه. دیگه چونم اتچمنت دیگه ندارم براتون بگم. آها اتچمنت گانت برای گان برای مولتی. ببین این خوبه، باشید مطمئن شم اول باشید براتون مطمئن شم بعد بگم. بله من خودم مطمئن نیستم اتچمنت هایی که خودم دارم. چه جالب. اول اصلا نمیتونم شم کنیم. اینو من پیشنهاد میکنم، این خوبه، این خوبه واقعا. آره مثلا میرید مثلا چی بود اسمش یادم رفت، میرید رنگ، این خوبه. من حالا رنگ اصلا نرفتم فکر کنم تو عمرم، رفتم ولی خیلی کم رفتم. من زیاد مولتی بازی نمیکنم ولی اتچمنت های خوبی دارم برای مولتی. یکیش این بود. باشه من چرا میخواستم لفت بدم؟ به چه دلیل؟ یکی دیگهش نمیدونم خوبی هم. اینم پیشنهادش رو میکنم برای مولتی. اینو ببینیم چیه؟ همه اتچمنتش خوبه. یه جوری میگم انگار خودم نشیدم. اینم خوبه ولی دیر زوم میکنم، زیاد نیستمش. اگه مثلا میخوای خیلی زوم کنه زیاد نیستمش. حالا باز اتچمنتش رو بهتونش میدم. اینه که من وقتی کم میارم استفاده میکنم، آره مثلا کم میارم با هیچ کاری نمیتونم استفاده کنم. این چیه؟ این دیگه چه دیگه؟ چرا من آها چون قیافش خوشگل بود چه فهمیدم اسمش، چون من قیافش خوشم اومده بود زدم. اینم شونم بس ندم. نه نیستم واقعا نیستم. خوب میزنه ولی خیلی بد زوم میکنم. نچینید نیستم اصلا. نمیدونم خودتون میدونید، من بازینم نبودم. اینم من نیستم چون قبلا باش دوئل زدم باختم، باش خاطره بدی دارم. خودتون میدونید دیگه. اینم که اتچمنتش بهتون نشون دادم. بسنم این دیگه چیه؟ اینم نیستم. حالا ایشالله یه دونه اتچمنت خوب دادم برای این گام پیدا میکنم برای شما میذارم. نه اصلا نیستم بذارید. نه نمیدونم اگه خوشتون اومدم بذارید و اینطوری. آره من اینو بعضی وقتا فاز برمیدارم یکم میذارم بعد دوباره. آره حالا واسه برم اتچمنتشو به همه تون نشون بدم. اتچمنت بله اصلا خیلی صدا آروم شده. بگذاریم. این چی بود گفتم؟ باشو تون دیگه خودتون نگه دارید، مثلا استوب بزنید بچینید دیگه. من حال ندارم 400 وایس بهتون نگاه کنید در حدی که بتونید استوب بزنید. بله یادم رفت کدومشون چه مدلی بود. نه همونی بود که کم میارم ازش استفاده میکنم. این واقعا به خاطر قیافش چیدم، چیز خاصی نیست. اصلا میگم نچینید. حالا نشون دادم نگید چرا نشون ندادیم.
اینم باز نیستم، واقعا زومش خیلی بده، خوبم نمیزنه اونقدر که بخوام. شاید اتچمنت های بهتری باشه. اینم نیستم باز خودم، حالا بعدا تغییرش میدم چون باش باختم یه بار. اینم باز گفتم نیستم، ولی حالا نمیدونم بعضی وقتا فاز برمیدم استفاده میکنم. اینم باز بهتون نشون دادم، بازم نشون میدم، واقعا اینو بچینید، واقعا خوبه. چرا واقعا گفتم. اینم ببینید نمیدونم، حالا نشون میدم، تست نکردم، یادم رفت تست کنم. اوکی یه چی بود دیگه، چیزی هست بهتون نشون نداده باشم؟ فکر نکنم، نمیدونم. یه نگاه رندوم بندازیم. نه نخواستیم ببینم چقدر دیگه. 480 تا، یه ذره دیگه جمع کنم ویدیو گرفتنشو براتون میذارم. اما من چه رفتم بگذاریم بچه، چیز خاص باز نبود تا خب بچه تا یه ویدیو دیگه، فعلا خدافظ.